سرخط خبرها. جهان دنبال صلح، ترامپ دنبال جنگ. تلاش ها برای میانجیگری جنگ امریکا و ایران آغاز شده است. مخاطب میانجیگری باید کسانی باشند که با دست کم گرفتن مردم ایران آتش افروزی کردند. تشدید تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد. وزیر امور خارجه روسیه بر حل تنش‌ها از راه سیاسی تاکید کرد. وروستۍ سیسي د پاکستان رژیم بیا د افغانستان په وړاندې باندې تخطي نه کوي. فکر کوم چې دا به د امارات لپاره د منلو وړ وي. و سایه سنگین جنگ بر سر مهاجران افغان در پاکستان. شماری از مهاجران افغان میگویند که در پاکستان به شدت اذیت میشوند. دا ډیپورټیشن شروع ده. لایلا بیرنده کړه دا ځکه چې موږ کوشش کوي چې په بازي کېمپونو کې د وزیر مخکې هغه کېمپونه مکمل ډول افغان مهاجرین مخالف. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق خوش آمدید. امروز شنبه 16 مهر 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 مارس 2026 میلادی. مشروع خبرها. در هشتمین روز جنگ مشترک امریکا و اسرائیل علیه ایران، شماری از کشورها تلاش‌هایی را برای میانجیگری آغاز کردند. این کشورها تاکید کردند که مسئله ایران و امریکا باید از طریق سیاسی حل شود، اما ترامپ هنوز هم بر طبل جنگ می‌کوبد و خواستار حل قضیه تهران از طریق نظامی است. در مقابل ایران بر دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود تاکید می‌کند. خاور میانه این روزها به صحنه درگیری‌های گسترده تبدیل شده است. جنگی که با حمله مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران آغاز شد. این جنگ واکنش‌های گسترده جهانی را برانگیخته و نگرانی‌ها از پیامدهای ویرانگر آن را افزایش داده است. اکنون در هشتمین روز این جنگ، شماری از کشورها تلاش‌هایی را برای میانجیگری و کاهش تنش‌ها آغاز کردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، گفته که برخی از کشورها تلاش‌هایی را برای میانجیگری شروع کردند. او بدون نام گرفتن از کشورها در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که مخاطب میانجیگری باید کسانی باشند که با دست کم گرفتن مردم ایران آتش افروزی کردند. پاسخ ما به این کشورها واضح است. ما متحد به صلح پایدار در منطقه هستیم، اما در دفاع از عزت و اقتدار کشورمان سر سوزن تردید نداریم. مخاطب میانجیگری باید کسانی باشند که با دست کم گرفتن مردم ایران آتش افروزی کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، برای حل دیپلماتیک برای پایان دادن درگیری‌ها در خاور میانه تاکید کرده است. پوتین در این تماس خاطر نشان کرده که با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تماس است. رئیس جمهور ایران نیز از همبستگی روسیه با مردم کشورش در دفاع از حاکمیت و استقلال تهران قدردانی کرده است. در همین پیوند آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با هشدار در مورد اهمیت و خطرات وضعیت کنونی خاور میانه خواهان پایان درگیری ها شده است. او در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشت که درگیری در منطقه ممکن است فراتر از کنترل هر کس گسترش یابد. همه عملات غیرقانونی در خاور میانه و فراتر از آن رنج و آسیب عظیمی برای غیر نظامیان در سراسر منطقه ایجاد می کند و خطر جدی برای اقتصاد جهانی و ویژه برای آسیب پذیرترین مردم به همراه دارد. اما امریکا هنوز هم بر طبل جنگ میکوبد و خواستار حل قضیه از طریق نظامی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمال هر گونه توافق با ایران را رد کرده و گفته که برای پایان جنگ ایران باید تسلیم شود. هیچ توافقی با ایران وجود نخواهد داشت مگر آنکه ایران بدون قید و شرط تسلیم شود. بعد از پایان جنگ و ریکار آمدن یک رهبر قابل قبول، امریکا و متحدانش تلاش خستگی ناپذیری خواهند کرد تا ایران را از مرز نابودی نجات دهند و اقتصاد ایران را بزرگتر و حتی قوی‌تر از هر زمانی در گذشته کنند.
در حال دونالد ترامپ از تلاش متحدان ایالات متحده آمریکا برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران سخن می‌زند که متحدان اروپایی واشنگتن هنوز وارد جنگ با ایران نشدند. در همین حال مجید تخروانچی معاون وزیر خارجه ایران به کشورهای اروپایی هشدار داده است که در صورت مشارکت در جنگ به اهداف مشروع برای حملات تلافی‌جویانه ایران تبدیل خواهند شد. با تشدید رویارویی نظامی افغانستان و پاکستان، وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با وزیر خارجه امارت اسلامی خواستار حل اختلافات کابل و اسلام آباد از طریق سیاسی شد. امیرخان متقی تاکید کرد که امارت اسلامی برای حل مشکلات به راه‌های دیپلماتیک اولویت می‌دهد، اما حق دفاع از مردم و خاک خود را محفوظ می‌داند. گزارش از اناهیتا اندر. امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیرامون تحولات منطقه گفتگو کرده است. به گفته رئیس روابط عامه این وزارت، امیرخان متقی در این گفتگو تاکید کرده که امارت اسلامی افغانستان برای مشکلات و راه‌های دیپلماتیک اولویت می‌دهد، اما حق دفاع از مردم و خاک خود را محفوظ می‌داند. با این حال وزیر خارجه روسیه در این تماس تاکید کرده است که اختلافات میان کابل و اسلام آباد باید از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل شود. محترم مولوي امیرخان متقي د پاکستان له لوري د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې د وروستیو تیریو په اړه د افغانستان موقف شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اسلامي امارت د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماټیکو لارو ته لومړیتوب ورکوي، خو د خپل ولس او خاورې د دفاع حق خوندي ګڼي. دغه راز د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر سرګئی لاروف د سیمې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې ستونزې باید د سیاسي ډیالوګ له لارې حل شي. همزمان علی محی‌الدین قرداغی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمانان جنگ میان مسلمانان را حرام خوانده است و با صدور فتوا گفته است که جنگ میان پاکستان و افغانستان باید پیش از آغاز در شب پایانی رمضان پایان یابد و تاکید کرده است که برای حل اختلافات با میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه گفتگوها را آغاز نمایند. پاکستان است که متاسفانه با اخذ پروژه‌های بی‌ثباتی در منطقه عمل نموده در علیه افغانستان اقدامات نظامی میکند که ادامه جنگ میان افغانستان و پاکستان مثل که بارها گفتیم نه تنها که به نفع هر دو کشور نیست بلکه میتواند ثبات منطقوی را همچنان به خطر بیاندازد. با آنکه درگیری‌های مرزی هنوز هم ادامه دارد و نشانه‌ای از توقف آن دیده نمی‌شود، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه آینده نشست را پیرامون اوضاع افغانستان و درگیری‌ها با پاکستان با حضور شماره از کشورهای منطقه برگزار کند. با این حال شماره از آگاهان می‌گویند که در حال حاضر پاکستان با بهانه مذاکرات صلح در تلاش است برنامه‌های سیاسی خود را به پیش ببرد، اما اعتبارش در منطقه به شدت کاهش یافته است. آنان تاکید می‌کنند که این رفتارها نه تنها ثبات افغانستان را تهدید می‌کند بلکه اعتماد کشورهای همسایه به پاکستان را نیز تضعیف کرده است. پاکستان د اعتبار وړ نه ده او پاکستان همیشه له ټولو توافقاتو نه سرغړونه کړې ده. که داسې یو جدي تصمیم رامنځته شي چې د ملکي حکومت او خصوصا د سیاسیونو لغه نه وروسته د یو قوي هیواد په منځګړیتوب باندې دغه پایله وروستۍ شي چې د پاکستان رژیم بیا د افغانستان پر وړاندې باندې تخطي نه کوي، فکر کوم چې دا به د امارت لپاره د منلو وړ وي. این در حالی است که بر اساس آمارهای وزارت دفاع در یک هفته عملیات ردالظلم بیش از 327 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. همچنین 64 پایگاه و 7 قرارگاه ارتش پاکستان تصرف یا تخریب شده است. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که پس از تشدید درگیری نظامی کابل و اسلام آباد از سوی پلیس پاکستان به شدت اذیت میشوند. آگاهان امور مهاجرت، آزار و اذیت مهاجران افغان در پاکستان را غیر انسانی میدانند. باز هم گزارش از اناهیتا اندر. پس از تشدید تنش‌ها میان امارت اسلامی و نیروهای پاکستانی، موضوع مهاجران افغان یکی از چالش‌های جدی است که وضعیت آنان در پاکستان را نگران کننده ساخته است. شمار از مهاجران افغان از افزایش دستگیری‌ها و محدودیت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که هیچ حمایت برای آنان وجود ندارد. این مهاجران از کشور پاکستان و امارت اسلامی می‌خواهند تا مهاجران افغان را دخیل سیاست‌های خود نسازند. افغان مهاجرینو زورونه، نیونه او په زوره شړنه جریان لري. مختلفو کیمپونو کې په دغه روزه کې هم هماغه ډول دغه ډیپوټیشن شروع ده. لایله بیړنۍ کړې ده ځکه چې دوی کوشش کوي چې په بعضې کیمپونو کې د روزې نه مخکې هغه کیمپونه مکمل ډول افغان مهاجرینو خالي کړي.
با این حال شمار از فعالان مهاجران بازگرداندن اجباری و ناگهانی مهاجران افغان را غیر انسانی می‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که پاکستان قوانین حقوق بشر را نادیده گرفته است. با باور این فعالان دولت‌های میزبان باید بازگشت داوطلبانه و فرصت کافی برای جمع آوری وسایل مهاجران را فراهم کنند. این روند مهاجران را در شرایط سختی قرار می‌دهد و فشار روحی و اقتصادی زیادی را بر آنها وارد می‌کند، در حالی که کرامت انسانی و اصول حقوق بشری نادیده گرفته میشه و راه جایگزین انسانی آن است که دولت‌های میزبان با احترام به مهاجران و امکان بازگشت داوطلبانه و مهلت کافی برای جمع‌آوری وسایل آنها و رسیدگی با مشکلات آنها را باید فراهم بکنند. همزمان شمار از آگاهان سیاسی با اشاره به تجدید تنش‌ها میان دو طرف می‌افزایند که پاکستان با فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی تلاش می‌کند وضعیت افغانستان را به نفع خود مدیریت کند. پاکستان همیشه در رابطه با فشارهایی که بالای افغانستان وارد میکنه میخواهند که به یک شکل به یک شکل ابزاری استفاده بکنه به خاطر موارد اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود. دیگه یک ذریعه و سبب ابزاری که اینا بالای افغانستان بالای امارت اسلامی و مردم افغانستان فشار وارد میکنه و عبارت از مهاجرین افغان است. این در حال است که پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت گفته بود که افغانستان همکنون با یکی از بزرگترین بحران‌های بازگشت مهاجران در جهان روبرو است، به گونه‌ای که طی 2 سال گذشته بیش از 5 میلیون مهاجر به کشور بازگشتند و تنها در سال 2025 حدود 2.6 میلیون نفر به افغانستان برگشتند. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.